سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الله سبحانه و تعالی می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وأمر اهلک بالصلاة واصطبر علیها. سوره طه آیه 132. یعنی اهل و عائله خود را به نماز دعوت کن و خود بر آن صابر باش. در این آیت الله سبحانه و تعالی و پیامبر صلی الله علیه و سلم امر می کند که اهل و عائله خود را بر نماز دعوت کن و خود بر آن صابر باش. دوستان عزیز، این آیت نه تنها برای پیامبر است، این آیت برای هر یک ماست. این امر برای هر یک پدر و مادر است تا فرزندان خود را به نمازخوانی امر کنند. چنانه که بر والدین خورانیدن و پوشانیدن فرزندان واجب است، این چنین دانش آموزانیدن و به نماز امر کردن، آموختن نماز و دیگر امرهای خداوند را بر فرزندان آموختن نیز واجب است. چون تنها نماز انسان را از کارهای فسق و فساد نگاه می دارد. پس دوستان عزیز، این امر خدا را فراموش نکنید که خداوند می گوید وأمر اهلک بالصلاة، یعنی اهل و عائله خود را به نماز دعوت کن. و این امر نه تنها برای پیامبر بود، این امر برای هر یک ما مسلمانان است. پس این وظیفه هر یک ماست. ما باید اول خود نمازخوان بشویم و بعداً فرزندان خود را نیز به نمازخوانی دعوت بکنیم. در آخر از خداوند طلب آن را داریم که ما را صبر بدهد تا در نمازهای خود صابر باشیم و اهل و عائله خود را نیز به این کار دعوت کنیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.